شیعه هستیم، سیدیم، اولاد پیغمبر هستیم. وقتی صحرای قیامت بشه از ما درباره عمر ما سوال کنه سرمون پایین باشه. مثل این میمونه که ما الان یک نفری فرض مثال از داخل مدرسه، داخل دانشگاه سوال معلمش رو جواب داده نتونه، باید سرش رو بندازه پایین. اون هم مثل اینجا نیست. پیغمبر خدا ایستاده، امامای معصوم ایستاده، حضرت زهرا سلام الله علیها مشاهده میکنه، شهدا مشاهده میکنه، همه جمع هستن. وقتی ما وارد میشیم در مجلس از ما سوال میکنه عمرت را در چه راه فنا کردی؟ بگید در فضای مجازی و گناه و فسق و استحلال. واقعا زشته. و عن شبابه فیما ابلا. ببینید تعبیر اونو گفت عمری، ولی اینجا میگه فیما افنا، اینجا میگه فیما ابلا. از همه ما جوانان سوال میشه که جوانیت را که گل سبد زندگی در چه راهی مبتلا کردی؟ ابلا. چرا اینجا جوانی را جدا گفته؟ در ادبیات عرب میگه عطف خاص بر عام، چون جوانی اهمیت ویژه داشته. اکثر پیغمبران مثلا حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام در جوانی رفت در مقابله و مبارزه با فرعون و خود 40 سالگی هم جوانیه. حالا درسته اول میان سالیه، جوانی حساب میشه آخر 30 و 40 سالگی. لذا جوانی را خداوند ویژه سوال میکنه آی جوان نشینه، در چه راه جوانی تو مصرف کردی؟ آیا دنبال نامحرم بودی؟ دنبال گناه بودی؟ دنبال از این لهو و لعبایی که الان دارن انجام میدن؟ حالا گیم‌هایی رو که میزنن، چیه این گیم‌ها که الان به وجود آوردن؟ شب و روز داخل برنامه بازیه، کلاف و نمیدونم فلان، از این حرفا. از این برادرای جوان ما کوچیک، نوجوانان خیلی محتاط کنن. نمیگم بازی نکنن، کم بازی کنن، افراط و تفریط نداشته باشن در زندگی. و عن ماله من این اکتسبه و فیما انفقه. سومین چیزی که در قیامت که به عبارت ششمین چیز یا پنجمین چیز باشه سوال میشه اینه که مال را از کدوم راه به دست آوردیم؟ آیا از راه دزدی به دست آوردیم؟ این بیشتر به درد این کسب کارهای عزیز ما میشه. کسانی که مغازه دارن، تجارت دارن، کسانی که شغلی دارن، مال را از چه راهی به دست آوردیم؟ آیا در این مال حق مظلومی هست، حق فقیری هست، خمسی دارد تعلق به این مال یا نه؟ آیا خمسش را پرداخت کرده یا نه؟ آیا این مال را از راه کلاهبرداری، از راه کلک و دروغ و فریب به دست آوردی، از راه غش در معامله به دست آوردی یا نه؟ یا مال حلاله؟ از این سوال میشه. عن مالی من این اکتسبه، از چه راهی به دست آوردی؟ و من ان و فیما انفقه، و در چه راهی این مال را مصرف کرده؟ اینم مهمه. خیلی ها هستن که حالا اون کسانی که مال حرام به دست میارن سر جای خودش، خیلی ها هستن که مال حلال به دست میارن ولی میبینی خمسش را نمیده. سخت برایش که 1/5 را جدا کنه، اصلا سر سال خمسی نداره، چه برسه بیاد خمس بده. سخت براشون 1,200,000,000 خمس بده، در حالی که این خمس باعث نمو و رشد مالشه. این بنده با عقل بنده‌ای، با عقل ناقصش فکر میکنه مالش کم میشه، اگر نه در حال مالش با برکت میشه، مالش افزون میشه. یا مثلا طرف خیلی پول داره ولی اصلا یادی از فقیر نمیکنه، یادی از اقوامش نمیکنه،
ما علمایی داشتیم در همین تهران و قم اینا، میرفته وقتی زمین میخریده یک لحظه میدیده مستاجری سید بوده یا مثلا یتیم بوده، اصلا میرفته اون قولنامه را به اسمش میزده، اینجوری انفاق میکرده. حالا درسته در این حد لازم نیست، حداقل یکم اجاره